کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر ҳисор 2 نفر پیش‌سودشده با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کردند. این نفران برای تا مصنوی سال تولدش 1999 ساکن شهر ҳисор پیش 2 مرتبه برای صادر نمودن جنایت دزدی محبسی گردیده است. ولقیف سهراب سال تولدش 1992 ساکن شهر مذکور پیش 4 مرتبه با جرم‌های دزدی و غارتگری ادای جزا کرده است. دستگیر شدگان جای اونه که بعد ادای جزای جنایتی راه درست زندگی را انتخاب کرده و کار منفعت آوری را انجام میدادند، برعکس باز دست به جنایت دزدی زدند. برای تا مصنوی در 7 حالت جنایت دزدی گمانبر دانسته شده. او از منزل‌های استقامتی ساکنان چاروا و از مغازه‌های صاحبکاران محصولات‌های خوراکواری را تصرف کرده است. یک مرتبه 3 برات زدم، 3 گوشت‌پارچه. دومین مرتبه یا ولی کسکر رسمی دزدم. سومین مرتبه یا مغازین دزدی کردم و 15-20 دانه یک استریت یک گوار گرفتم. بعد یک خانه دیگه در اومدم 5 تا مرغ گرفتم. اول خانه آمدم، خانه همسایه خودم مرغ شد دزدیدم. لقیف سهراب باشد در 10 حالت جنایت دزدی دست داشته. اون نیز از منزل‌های استقامتی جبریدگان تلویزیون، تلاواری، پول و دیگر اشیاءهای قیمتناک را دزدی کرده است. این نفری به جامعه خفناک در نشانداد خود قید نمود که مبلغ‌های با راه جنایت به دست آورده‌اش را در مرکزهای دلخوشی برای فراغت و استراحت صرف می‌کرده است. از همین دزدی چقدر مبلغ به دست می‌آوردی؟ خیلی می‌آوردم نمی‌افتاد. من فقط رستوران و رستوران می‌گشتم. دیسکوتک و دیسکوتک می‌گشتم مثلا. همون می‌خوردم می‌گشتم که اشتراک کنم مثلا مغازه کردن خود شرمانه. دستگیر شدگان با این کردار زیان‌آور خود به جبریدگان 38,000 سومانی ضرر اقتصادی آوردند. عین حال وابسته به این قضیه پرونده جنایتی باز شده و تفتیش پیشکی ادامه دارد.